به تو نامه می نویسم، نامه ای نوشته بر باد که به اسم تو رسیدم، قلمم به گریه افتاد. چطوری عزیزم؟ بهتر شدی یا نه؟ 0-0 شدم دکتر. از این در اومدم داخل، نمیتونستم راه برم. شکر خدا الان خیلی خوبتر شدم. کجا رفته بودی و کجا کار کردی باسی اینجوری شدی؟ من تو عراق کار میکردم، تو بغداد چیز سنگین برداشتم، فشار به کمرم اومد، اصلا نمیتونستم راه برم. الانم شکر خدا، دست شما هم در نکنه، ولی چیزی که تو این دنیا به درد من خورد شما بودی دکتر. در خدمت هستم. دست در نکنه، خیلی ممنونم دکتر جان. سالن را برو. تشکر، خیلی ممنونم. دوستانت چیه؟ انتظار داشتی قبل از اینکه بیای یا نه؟ من انتظارشو نداشتم. میگفت به هر کی میگفتم میگفت بابا نرو اونجا، دیست که تو پاره میکنه. هر کاری با اینقدر با دست ماساژت میده، اصلا باید بری دکتر عملش کنی. ولی الان خوب شدم، 0-0 شدم. برو. میدونی زیر پای میخواشم، دست و پا میشه 4 تا چکش بگم ولی 3 تکمیلی ها؟ اصلا 0-0 مثل روز اولا.